بله. خب عرض تسلیت داریم به همه مردم اقلیم کردستان عراق و سیاستمداران و مردم عراق که سیاستمدار برجسته‌ای رو از دست دادن. آقای نوشیروان مصطفی از جمله شخصیت‌های برجسته‌ای بود که در دوران مبارزات با رژیم دیکتاتوری صدام نقش بسیار بارزی رو تونست ایفا بکنه و تحمل این زحمات از ایشون تونست یک سیاستمدار برجسته‌ای رو شکل بده که بعد از این که تونستن بعد از سال 1991 هم به اقلیم کردستان در اقلیم حضور پیدا بکنن و حتی در حوزه‌هایی به قدرت هم دست پیدا کردن. در حوزه‌های قدرت و در بازگشت به اینجا و در سرنگونی صدام هم می‌بینیم که زندگی ساده زیستیش و مردمداریش همچنان در وی باقی موند که من تصور میکنم که اینها از ایشون یه شخصیت بارزی رو ساخت که علاوه بر مجاهدت هایی رو که داشته میتونه نقش مؤثری رو برای به یاد موندنش در واقع در اقلیم و در میان دوستان و رفقا و همفکرانش ایجاد بکنه. ما مجددا به اعضای حزبشون، مقامات اقلیم و همچنین خانواده محترمشون عرض تسلیت داریم و آرزوی مغفرت الهی رو از خداوند متعال برای اون مرحوم مسئلت میکنیم. متشکرم.